لیکن از جهت معین یعنی تعیین زید گفته آدمای، زید گفته که آدمای، همین کارو کنن زید کافر میگه. فهمید؟ بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله سبحانه وتعالى ودرود بپایان به پیامبرمون محمد صلی الله علیه و سلم. بإذن الله سبحانه وتعالى امروز یک موضوعی رو اختیار کردیم و این موضوع آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که دعوت کردن اهل قریش را، مشرکین مکه را، آیا از صحابگان تکفیر آنها را طلب کردند؟ و جواب بر این شبهه همین است که البته مخالفین برای پیامبر صلی الله علیه و سلم می دانستند البته آنها بر دینی هستند و پیامبران بر یک دینی هستند و درباره آنها الله سبحانه و تعالی گفت که وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين. و گفتند کسانی را که کافر شدند برای پیامبرانشان شمایان را میبراریم از زمین هایمان یا که باز میگردانیم در ملتمان. پس وحی کرد به سوی آنها پروردگارشان تا اینکه آنها را، ظالمان را هلاک بکند. پس آنها میدانستند یقینا البته آنها بر غیر ملتی پیامبران هستند، همون ملتی پیامبرانی که وی یگانه شماریدن الله در عبادتش هست. برای همین سبب پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که امکشان رو دعوت کردن به سوی لا اله الا الله، گفتن که یا عمی قل لا اله الا الله کلمتا اشهد لك بها عند الله، یعنی بگو که لا اله الا الله نیست معبودی بر حق بجز الله، کلمه ای که شاهدی میدم به تو به همین نزد الله به. پس گفت ابو جهل و عبدالله ابن ابی امیه ای ابو طالب، آیا باز میگردی میگذاری یعنی از ملت عبدالمطلب روی میگردانی؟ پس همیشه پیامبر صلی الله علیه و سلم تلقین میکردن، میگفتن برگشته که لا اله الا الله بگو. و حتی قال ابو طالب آخر ما کلمهم هو على ملت عبدالمطلب، آخرین سخنی که ابو طالب گفت این چی بود؟ وای بر ملت عبدالمطلب است و روی گردانید این که بگوید لا اله الا الله. البته ناگفته نماند که کلمه لا اله الا الله را قریش و اهل مکه مشرکین گوییم به وجه بهتر، به وجه احسن میدونستند. چی تقاضا دارد انهمی لا اله الا الله، چی میخواهد لا اله الا الله از آنها بهتر میدونستند. و برای همین سبب گویا که بعضی از گمراه گشتگان میگوید که فقط پیامبر صلی الله علیه و سلم لا اله الا الله و دعوت کردن، گویا که معنای لا اله الا الله را از آنها طلب نکرده باشند. البته این خطا است. پیامبر صلی الله علیه و سلم 13 سال به سوی کلمه لا اله الا الله دعوت کردند و چی تقاضا میکند انهمی لا اله الا الله؟ لا اله الحق، لا معبود الحق الا الله، نیست معبودی بر حق بجز الله. این میشود چی است؟ نفی اثبات است، یعنی تمامی گوییم معبودهای باطل را انکار کردن، نفی کردن، رد کردن است و الا الله را اثبات کردن که الله سبحانه و تعالی لایق عبادت باید قانونش تطبیق شود. الله حاکم است، یعنی الله در عبادتش یگانه هست. در همه گوییم کاراش الله سبحانه و تعالی یگانه هست. و امروز افسوس که بسیاری مردم گوییم عمل میکنند، نمازش رو برپا میدارد، زکاتش رو میدهد و گوییم روزی رمضان رو میگیرد، لیکن لا اله الا الله رو معناش رو نمیداند. وقتی میپرسی نمیداند، بسیاری از آنها نمیداند. و این البته چی است؟ خطای بزرگ است که انسان برای اینکه درباره کلمه لا اله الا الله یک معلومات پیدا بکند،
و بفهمد برای خودش یک وقتی معینی رو گوییم جدا نمی کند برای فهمیدن همین لا اله الا الله. و ابن کثیر رحمه الله میگویند که قال یونس عن ابن اسحاق ثم إن أبا بكر الصديق لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحق ما تقول قريش يا محمد من تركك آلهتنا وتسفيهك عقولنا وتكفيرك آباءنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى إني رسول الله ونبيه بعثني لأبلغ رسالته وأدعوك إلى الله بالحق فوالله إنه للحق أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك له ولا تعبد غيره والموالاة على طاعته. وقرأ عليه القرآن فلم يقر ولم ينكر فأسلم وكفر بالأصنام وخلع الأنداد وأقر بحق الإسلام ورجع أبو بكر وهو مؤمن مصدق. یونس گفتن از ابن اسحاق وقتی که ابوبکر صدیق و خوردن رسول الله صلی الله علیه و سلم را، پس گفت ابوبکر صدیق گفتن آیا حقیقت است، آیا راست است که اونی که میگویند قریش ای محمد از ترک کردن الههایمان و سفه شماریدن عقلهایمان و تکفیر کردن پدرهایمان، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق گفته استودیان که آیا درست است که اهل قریش اهل مکه میگن که تو پدرهای ما رو تکفیر میکنی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم به این جواب گفتن که بله گفتن من تکفیر میکنم، البته من رسول الله هستم و پیامبر او هستم که مرا فرستاده است تو که رسونم رساله‌ای که الله برای من داده است و تو رو به سوی ابوبکر تو رو دعوت میکنم به سوی الله به حق، که البته این دینی که من آوردم این حق است. پس ابوبکر صدیق رضی الله عنه وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن را برایشان خواندن انکار نکردند، اقرار کردند، انکار نکردند، اسلام آوردند و کافر شدند به اصنام، به بت‌ها و اقرار کردند به حق اسلام و بازگشت ابوبکر صدیق و وی مؤمن چه بود؟ مصدق بود. بارك الله فيكم ووفقكم الله بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.